آیا در اسلام ایتو بحث شده که به چیز علم دنیا گفته باشه و به چیز علم دین، یا این بحث یک بدعت است؟ اسلام عزیز از روزی که شروع شده، اولین کلمه که از آسمان پیغام به مردم زمین آورده اقرا است. قرآن کریم علم تقسیم نکرده به علم دین و علم دنیا. علم دین و علم دنیا یک اصطلاح بدعتی است که جویمرز یهودی ایره در بین مسلمانان نشر کرده. جویمرز یهودی یک کسی بود که او میخواست عزت و شوکت مسلمانان از بین بره، اونا ضعیف شوند، کشورایشان مستعمره شود. رایشی بود که مسلمانان از علم پس بانند. به این خاطر آمد یک بحث شروع کرد، گفت که در قرآن کریم که به علم زیاد توجه شده و بار بار قرآن علم یاد کرده، این علم منظورش این علم پیش پای افتاده دنیا نیست که علم طب باشه و علم هندسه باشه و علم انجینری باشه. این علما نیست. مطلب از این علم دین است و آمدن علم دین نام چی را ماندن؟ نام تفسیر و حدیثه و فقه و عقایده. این را گفتن علم دین و باقی مانده از این را گفتن علم دنیا. آمدن تبلیغات کردن که علم دین بسیار ثواب داره، قرآن را تشویق کرده، حدیث گفته، و علم دنیا که هست هیچ ثواب و اجر نداره، این وقت ضایع کردن، یک حرفه است، علم نیست، یک فن است. این تو مسائل گفتن و به این شکل این در زبان ما هم دادن. بزرگای ما هم شروع کردن در محراب و منبر همی گپ میزنن که علم دین یاد بگیرین، علم دنیا به درد نمیخوره. این یک تقلید از غیر مسلمان است. شما برین کتابای ما را از زمان امام ابی حنیفه و از او پیش و از او بعد تا تاریخ کمتر از تاریخ معاصر پیشتر، فقط علم شرعی و علم طبیعی میگه، نمیگه علم دین و علم دنیا. وقتی که نامش علم دنیا من مسلمان از چیز دنیا نفرت میکنه، مسلمان عاشق آخرت است، از او خاطر دنیا را پشتش نمیگرده، میره به طرف علم آخرت. ولی اونجا میگه علم شرعی و علم طبیعی که هر دوش علم دین است. هر چیزی که باعث عزت و سربلندی مسلمانان در دنیا و آخرت باشه اونمو علم دین است، اونمو علم است و او اجر داره. بنابراین قرآن کریم که وقتی میگه اقرا، منظورش همه چیزهایی را در بر میگیره که تو به خیر دنیا و آخرت باشه. و اگر در قرآن کریم میگه که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اوتوا العلم کسی که علم یاد داشته باشه، علمی که به درد دنیا یا آخرتش بخوره، اونمو علم است، اونمو آدم بلند است. انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا تنها علما هستند که از خدا میترسند. یعنی کسی که علم یاد گرفت، خدا را درست میشناسه، از خدا خوب میترسه. بیاین که می آیت در کجا آمده باز گفته در آخرش. این آیت بخوانیم. این آیت 27 و 28 سوره فاطر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا تو نمی بینی که الله از آسمان آب نازل میکنه؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، و با واسطه از این آب میوه های رنگارنگ را می آفرینه. و من الجبال جدد بید و حمر مختلف الوانها و غرابیب سود، و از در کوها رگهای سفید سرخ و سنگهای بزرگ کلان سیاه. و من الناس و الدواب والانعام، از جنبنده ها و از انعام، از چارپای ها چی است؟ من الناس و الدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. از این سیام رنگ و رنگ الله آفریده. اینا میبینی یا نمیبینی؟ ببین، اینا سیل کو، تماشا کو، به این توجه کو، به این اهتمام کو. چرا که اگر اینا دیدی و فهمیدی و درک کردی، عزت پیدا میکنی، خدا را میشناسی، دین خدا را میفهمی. انما یخشى الله من عباده العلماء، این یگانه علماست که از خدا میترسن. سعی کن در کجا اینا گفته؟ این آیت که تجزیه و تحلیل کنی، همه پوهنزایی های پانتونا را در بر میگیره. در این آیت کل پوهنزایی ها را یاد کرده، بعد از باز گفته که یگانه علما هستند که از خدا میترسن. یعنی عالم کی را گفته؟ هر شاگرد را گفته که از هر پانتون که هر پوهنزایی که فارغ شده باشه، ولو اگر از ادبیات فارغ شده باشه. چرا که میگه و من الناس،
حتی علوم روانشناسی را هم در بر میگیره. طب خو بهترین علم است، طب خو بسیار مهم است. امام شافعی میگه ما اعلمو، من نمیدانم، بعد الحلال و الحرام، پس از چیزی که خدا سر آدم حرام کرده که بفهمیش که اینی حرام است، که حرام نخوری، و چیزی که خدا فرض کرده که اینی فرض است، نماز روزه، بعد از این چیزا، از فهم چیزای حلال و حرام، اشرف من الطب، از طب که علم شریف من نمیشه. الله جل یک دستگاه را جور کرده، آب باران از بحر هند پروسس میکنه، رو تنظیم میکنه، میاره به شکل ابر در کوی سالنگ، در اینجا را به شکل باران و برف میبرونه، ذخیره میکنه. بعد از این آب دیگه بدون از اینکه کدام سیستم آبرسانی باشه، خودش در دریاها در پشت دروازه مردم میاد. میگه تو کور استی رو نمیبینی؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء، الله یابه که بر تو نازل میکنه، به این خاطر نازل میکنه که از این ثمرات مختلف الوانها تو برویانی. اگر نه که پس الهش بیتی که میره بحر هند، تو را قد به کار خدا تو اصلا بتاجویی میکنی. یک قطره بارانی که در کوی سالنگ میباره که پس در دریای کابل به هندوستان میرسه بحر هند، هر افغانی که از پیش خانهش یاب تیر میشه گناهگار است. فرض کفایه را ترک کرده، از یاب استفاده بکنه، به خاطر از اینکه نعمتهای خداست، به خاطر عزت و سربلندی است. و این کار بیشتر کسایی میتونن انجام بدن که اونا پوانزه زراعت خوانده باشن. بعد از باز میه من الجبال، در کوها جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب سود، در کوها بسیار دانای قیمتی است. معدن شناسا باید دست بکار شوند. الله ای را آفریده به خاطر استفاده. خلقکم ما فی الارض جمیعا، هر چی که در زمین است برای شماست، خدا برای شما خلق کرده. از این استفاده هو الذی خلقکم من الارض، خودتان هم از زمین پیدا کرده و استعمرکم فیها، و شما را گفته که این زمین را آباد کنین، این زمین را شور بدین، بکشین گنجا از این را و از گنجاش استفاده بکنین. عزت و سربلندی تان دینامیست که دستتان به کسی دراز نباشه. انتم الاعلون، شما برتر هستین. ید العلیا خیر من ید السفلا، دست بالا بهتر است دست پایین کرده. امروز مسلمان ها به خاطر عظمی که در همی بخش ها تنبلی میکنن، عقب مانده شدن. یاد گرفتن زراعت، خواندن پانزه زراعت فرض کفایی است، خواندن پانزه انجینری فرض کفایی است، معدن شناسی در افغانستان فرض کفایی است. ضرور است مردم افغانستان بیشتر رزق و روزشان الله جل جلاله با آب و با معدن حواله کرده. بنابراین هر کسی هر چیزی را که یاد میگیره او علم دین است. هر جمله را که یاد میگیری به خاطر سربلندی و عزت خودت و اسلام و مردم کار میکنی، در نتیجه از او الله برای تو دو اجر میده. ما یک چیزی را به نام علم دین و علم دنیا به رسمیت نمیشناسیم. همه علومی که به ما عزت میده علم دین است. از هر لحظهش که شب بیدار تیر میکنه، وقت خود دو تیر میکنه، بعد امید ثواب از خداوند داشته باشه. بله یک موضوع مطرح است. این موضوعی است که علم دنیا چی است؟ علم دنیا هر علمی است که به خاطر دنیا یاد گرفته شود. هر علمی که به خاطر خدا یاد گرفته شود علم دین است، و هر علمی که به خاطر دنیا یاد گرفته شود او علم دنیا است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه من تعلم علما، کسی که یک علمی را یاد میگیره، مما یبتغى به وجه الله، که اصلا باید آدم رو به خاطر خدا یاد بگیره، لا یتعلمه، یادش نمیگیره الا لیصیب به عرضا من الدنیا، مگر به این خاطر که دنیا را به دست بیاره، به این خاطر یاد میگیره. او فقط به خاطر دنیا یادش میگیره. لم یجد عرف الجنه، بوی جنت حس نمیکنه، بوی جنت. علم را یاد میگیره که اصلا باید رو آدم به خاطر خدا یاد بگیره، ولی او را به خاطر دنیا یاد میگیره. پس حتی اگر علم ازی حفظ قرآن باشه، که از این که دیگه اشرف علم نیست، کتاب خدا را سیدی خود حفظ میکنه، ولی به این خاطر حفظ میکنه که باز دوای رمضان برای امامت بکنه، که در اونجا باز یک چند مردم برش پیسه بده، غیر از این دیگه هیچ هدفی نداره. امی علم دنیاش، امی حفظ از علم دنیا.